أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نبوی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحین در زیر حدیث 1825 می‌فرماید: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، یعنی از ابو هریره رضی الله عنه روایت است از پیغمبر صلی الله علیه و سلم که گفتند پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید: اشترى رجل من رجل عقارا، میگه خریده است مرد از مرد دیگر زمینه، یک زمین را خریداری کرده است. فوجد الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، پس میگه پیدا کرده است اون کسی که اون زمین را خریده بود در زمین خریدهش کوزه که در آن کوزه طلا بود. یعنی یک کوزه میگه از زمین پیدا کردن، در داخلش طلا. فقال له الذي اشترى العقار، پس میگه گفته است از برای زمین فروش، اون کسی که زمینش را فروخته است، الذي اشترى یعنی اون کسی که اون زمین را خریده است، الذي اشترى العقار اون کسی که زمینش را فروخته است، گفته است که خذ ذهبک یعنی بگیر طلات را. فقال له الذي اشترى العقار خذ ذهبک، پس میگه گفته است برای وی الذي اشترى العقار کسی که خریده است اون زمین را، خذ ذهبک یعنی بگیر طلات را بگیر. انما اشتریت منک الارض، اون خریدار گفته است که من از تو زمین را خریدم، ولم اشتری الذهب و من از تو طلا را خریدگی نیستم، یعنی من زبط زمین را خریدم، فقط زمین را خریدم نه اینکه طلا را. و قال الذي له الارض و گفته است اونی که از اون بود زمین، یعنی اون فروشنده، انما بعتك الذي و ما فيها، گفته است هر آینه من فروختم زمین رو برای تو و هر اون چیزی که در زمین است من برای تو اون همچنین فروختگی هستم. فتحاكم الى رجل، پس هر دی این مرد، این خریدار، اون زمین فروش و زمین خریدگی، آدم ها هر دوشون میگه برای محاکمه کردن نزد مرد رفتن، نزد یک مرد رفتن. فقال الذي تحاكم الیه، پس اون کسی که حکم صادر میکند اون گفته است که الکما ولدون، یعنی آیا شما هر دویتان زمین خر و زمین فروش آیا شما فرزند دارید؟ قال احدهما لی غلام، یکی از اونها گفته است که من پسر دارم. و قال الاخر و اون دیمگیش گفته است که لی جاریتون، من دختر دارم. قال انکح الغلام الجاریه، گفته است که به نکاح یکدیگر درآرید اون پسر را با دختر، یعنی که شما هر دویتان دخترتون به پسرتون بدهید. و انفقوا علی انفسهما منه و تصدقا، و خرج بکنید بر اون داماد و عروس، یعنی که به اون پسر فرزندهایتان، و تصدقا و به آنها انفاق و صدقه بکنند. و تصدقا یعنی که اونها صدقه بکنند و اونها انفاق بکنند این مال را که شما از اون زمین پیدا کردید. خب این حدیث متفق علیه است. خب این قصه را پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیان کرده است. اما اصلی حکم شریعت در این باره چی است؟ این قصه بوده است که از زمانه، اما حکم شریعت در این باره وقتی یک کسی یک زمین رو میخرد در داخل زمین کوزه پیدا میکند، اون از کسی که زمین را فروخته است از همون آدم است، یعنی که از صاحب زمین هست. اگر که پیش از او کسی دیگر باشه از اون است. خلاصه اولین صاحب زمین کسی که باشد اون طلا، اون کوزه که پیدا کردن از اون است.
اما اگر کنز پیدا بکند، یعنی که کوزه باشد، اگر حتما کسی ماندگی است، اما اگر کنز پیدا شود از زمین، او از آن کسی است که حالا صاحب زمین هست. مثلا زمین خریدید، کنز در زمین پیدا کردید، اون کنز یافتگی اخیتان است. اما زمین رو شما خریدید، از داخل زمین طلا پیدا کردید در کوزه یا در چیزی که کسی گذاشتگی هست، پس اون از کسی شما زمین خریدید، از اون کس می باشد. کسی زمین فروخته است به شما، از اون می باشد. او اگر یک کسی دیگر خریدگی باشد، پیش از اون خلاصه برمیگردد به اولین کسی که این زمین را صاحب شدگی هست. خب حکم شریعت در این باره این می باشد. اما این دو مرد وقتی پیدا میکنن، ببین که از تقوای زیاد هر دویشان این طلا را به گردن نمیگیرند، هر دویشان به گردن نمیگیرند. اما اصل واقعیت رو بگیم، حقیقت این است که همون زمین فروش میتونست که اون طلا را خودش بگیرد، اما نگرفت و برای قضاوت و برای فتوا گرفتن نزد مرد دیگر رفتند و پس اون مرد هم این مسئله را به این طریق حل کرد که فرزندانتون رو با یکدیگر نکاح بکنید و اونها از این سوم، از این طلا یافتگیتون خرج بکنند. خب این بود حدیث متفق علیه که حدیث 1825 کتاب ریاض الصالحین است. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1826 کتاب ریاض الصالحین را می آورد و میگوید و عنه رضی الله عنه، یعنی از ابو هریره رضی الله عنه روایت است، انه سمع رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، هر آینه میگه ابو هریره رضی الله عنه شنیده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید که كانت امرأتان معهما ابناهما، میگه بود دو زنی که فرزندهایشان همراهشان بودند، دو زن بودند و فرزندهایشان همراهشان بود. جاء الذئب فذهب بابن احداهما، پس میگه آمد گرگ برد یکی از فرزندهای این دو زن رو، یعنی این دو زن با فرزندهایشان بود، یکی از اون فرزندها رو میگه گرگ برد. فقالت لصاحبتها، پس یکی از اون زنها اون امره خودش رو، دوگانه خودش رو گفت که انما ذهب بابنک، گفت هر آینه فرزند تو را برده است گرگ. و قالت الاخرى، و اون زن دویم گفته است که انما ذهب بابنک، یعنی فرزند تو را برده است. فتحاکم الی داوود علیه السلام، پس اینها هر دویشان برای قضاوت نزد داوود علیه السلام رفتند. فقضا به للکبری، پس میگه داوود علیه السلام حکم کرده است اون فرزند را برای زن کلانی، یعنی زن کلان بگیرد آن فرزند را، یعنی فرزند زن کلانی هست. فخرجت علی سلیمان ابن داوود علیه السلام فاخبرته، پس میگه هر این زنها رفتن نزد سلیمان ابن داوود علیه السلام، پس خبر دادند سلیمان علیه السلام رو از این ماجرایی که گذشت، یعنی که حکم داوود علیه السلام رو و گرگ چی واقعه را به سرشون آورد، این واقعه را میگه وقتی که نقل کی کرد، فقال، پس سلیمان علیه السلام گفته است که ائتونی بسکینی، یعنی بیارید برای من کارد را، بیارید برای من کارد را، اشقه بینهما، گفته است که من پاره میکنم این کودک را، از یعنی که دو پاره میکنم بعد تقسیم میکنم بین دو زن، این یک کودک را دو پاره کرده بعد دو زن نیم شونه یعنی تقسیم میکنم. فقالت صغرى، پس میگه اون زن خردسالش، زن میدهش گفته است که لا تفعل، این کار رو نکن، رحمک الله، الله تو رو رحمت بکند، هو ابنها، گفته است که این پسر یعنی همون زن کلانی است، یعنی زن میده گفته است که نه این کار رو نکن، یعنی پاره نکن کودک را، این کودک زن کلانی است. فقضا به للصغرى، پس میگه حکم کرده است سلیمان علیه السلام این کودک را برای زن میده، گفته است این فرزند
زن معده است. چرا؟ زیرا اینکه وقتی دید که زن معده دلش به این کودک سوخته ایستاده است، یعنی که فرزندش است، یعنی زنده در دست زن دیگر هم باشد اما زنده باشد، براش افضل است از اونه که به قتل رسانده می شود یا پاره کرده می شود. پس این شفقت مادری را دیده از اون زن، حضرت سلیمان علیه السلام حکم کرده است اون کودک را برای زن معده. پس میگه این کودک به زن معده داده شده است. این حدیث متفق علیه می باشد. این بود حدیث 1826 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1827 کتاب ریاض الصالحین را می آورد و میگوید و عن مرداس الاسلمی رضی الله عنه قال، یعنی از مرداس اسلمی رضی الله عنه روایت است که گفت قال النبی صلی الله علیه و سلم، میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفته است که یذهب الصالحون الاول فالاول یعنی که میروند انسان های صالح الاول فالاول، یعنی یکی پس از دیگری. انسان های صالح یکی پس از دیگری میروند و این دنیا را پدرود میگویند. و تبقى حثالتون، پس باقی میماند در بالای زمین، در بالای زمین حثاله یعنی پوست یا بگیم سبوس یا چیزهای بی ارزش باقی میماند. که حثالت الشعیر او التمر، به مثل سبوس جو یا به مثل پوست خرما، یعنی چیزهای بی ارزش در انسانهای بی ارزش در بالای زمین باقی میمانند. انسانهای صالح همه میروند. لا یبالیهم الله بالتا، پس میگه الله سبحانه و تعالی توجه نمیکند به این انسانهای پست و انسانهای بی ارزش، یگان توجه نسبت به اینها میگه نمیکند. ای لا یرفع لهم قدرا، یعنی الله سبحانه و تعالی اینها را جایگاه برای این طور انسانهای پست قائل نمی شود. ولا یقیم لهم وزنا، یعنی جایگاه برای اینها داده نمی شود. پس انسانهای پست و انسانهای بی ارزش میگه در بالای زمین باقی میماند، زیرا که انسانهای صالح یکی پس از دیگری این دنیا را پدرود میگویند. رواه البخاری، این حدیث را امام بخاری رحمه الله روایت کرده است. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1828 کتاب ریاض الصالحین را می آورد و میگوید و عن رفاعة بن رافع الزرقی رضی الله عنه قال، یعنی از رفاعه ابن رافع الزرقی رضی الله عنه روایت است که گفت جاء جبریل الى النبی صلی الله علیه و سلم قال، میگه آمد از جبریل علیه السلام نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم و گفته است که ما تعدون اهل بدر فیکم، یعنی چگونه می حسابید شما اهل بدر رو در بین خودتان، یعنی کسانی که در جنگ بدر اشتراک کرده بودن، پس شما اون کسا را چی طور قدر میدانید یا چی طور جایگاه میدهید؟ قال، میگه پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفته است که من افضل المسلمین، گفته است از بهترین مسلمان ها میدانیم کسانی را که در جنگ بدر اشتراک کرده بودن. او کلمتا نحوها، یا کلمه به همین مضمون پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفته است. قال و كذلك من شهد بدرا من الملائکه، میگه همچنین پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفته است که و كذلك، یعنی و همچنین من شهد بدرا من الملائکه، یعنی از نظر ما کسانی که حضور داشتند در بدر از ملائکه ها، اونها هم یعنی که این طور میدانند اهل بدر را، یا که ملائکه هایی که در بدر اشتراک داشتند اونها هم همین طور از نظر ما، گفته میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم علاوه کردند. رواه البخاری، این حدیث را امام بخاری رحمه الله روایت کرده است. این بود حدیث 1828 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله
حدیث 1829 کتاب ریاض الصالحین را می آورد و می گوید و عن ابن عمر رضی الله عنهما قال، یعنی از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که اذا انزل الله تعالی بقوم عذابا، یعنی هنگامی که نازل میکند الله تبارک و تعالی بالای قوم عذابش را، اصاب العذاب من کان فیهم، یعنی میرسد این عذاب کسانی که در بین اون قوم بودند، کسی که در اونجا بود میگه به همه اونها این عذاب میرسد. ثم بعثوا علی اعمالهم، بعد برانگیخته میشوند بر اساس عملهایشان، یعنی که وقتی الله سبحانه و تعالی عذاب رو میارد تر و قاق همه سوزانده میشود، یعنی که انسانهای صالح و انسانهای فاسد و انسانهای فاسق و انسانهای بد همه از بین برده میشود، یعنی که عذاب آمد شامل همه اون قوم می باشد. اما کسانی که انسانهای صالح بودن بر اساس اون عملهایشان برانگیخته می شوند و در روز قیامت زنده گردانده می شوند. اما در این دنیا وقتی عذاب الهی آمد همه را نابود می کند، چه انسان صالح باشد و چه انسان طالح و فاسق و فاجر. این حدیث متفق علیه است. این بود حدیث 1829 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1830 کتاب ریاض الصالحین را می آورد و می گوید و عن جابر رضی الله عنه قال، میگه از جابر رضی الله عنه روایت است که گفت کان جزع یقوم الیه النبی صلی الله علیه و سلم، یعنی فی الخطبه، میگه درخت بود یا تنه درخت، ریشه درخت بود یا کنده درخت بود، یقوم الیه النبی صلی الله علیه و سلم، یعنی تکیه میکرد میگه با او پیغمبر صلی الله علیه و سلم، یعنی فی الخطبه، یعنی در وقت سخنرانیش، در وقت خطبه کردنش میگه یک کنده بود، یک ریشه درخت بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم هنگام سخنرانی به اون تکیه میکرد. فلما وضع المنبر، پس زمانی که گذاشته شد یا ساخته شد منبر، یکی از انصاری ها منبر را ساخت برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم، میگه سمعنا للجزع، پس میگه ما شنیدیم از اون درخت، از اون ریشه درخت یا از اون تنه درخت، مثل صوت العشاری، مثل آواز شتر حامله دار یا شتری که نو تولد میکند و تولد کرده ایستاده است، به مثل همین میگه از اون درخت میگه ما آواز شنیدیم، از اون تنه درخت، از اون کنده درخت. حتی نزل النبی صلی الله علیه و سلم فوضع یده علیه، تا اینکه میگه فرو آمد پیغمبر صلی الله علیه و سلم، پس میگه ماند دستانش را بر بالای اون کنده درخت، بر بالای اون تنه درخت، میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم دستانش را گذاشت. و فی روایتین، در یک روایت دیگر آمده است که فوضع یده علیه فسکنه، پس میگه مان پیغمبر صلی الله علیه و سلم دستانش را بر بالای اون کنده، بر بالای اون تنه درخت، فسکنه، پس میگه اون کنده میگه از آواز براری سکوت کرد، یعنی آرام شد و دیگر آواز از اون نبرآمد. و فی روایتین، در یک روایت دیگر آمده است که فلما کان یوم الجمعه، پس زمانی که میگه روز جمعه بود، وقتی روز جمعه بود میگه قعد النبی صلی الله علیه و سلم علی المنبر، پیغمبر صلی الله علیه و سلم بر بالای منبرش نشست. فصاحت النخلة التي كان یخطب عندها حتی کادت ان تنشق، پس میگه فریاد زد همون تنه درختی که کان یخطب عندها، یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم در نزد همون کنده درخت نشسته خطبه میکرد و خطبه میگفت و سخنرانی میکرد. حتی کادت ان تنشق،
حتی میگه نزدیک بود که پاره شود، یعنی چنان فریاد زد، چنان صدای برود که نزدیک بود که پاره شود. و فی روایتین، در یک روایت دیگر آمدگی است که فصاحت سیاح الصبی، پس میگه فریاد کرد اون تنه درخت، فریاد کردن کودک برین، به مثل کودک چطوری که فریاد میکند و گریه میکند، میگه انا همین طور اون تنه درخت گریه کرد و فریاد کرد. فنزل النبی صلی الله علیه و سلم، پس میگه فرامد پیغمبر صلی الله علیه و سلم، از بالای منبر پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرامد و حتی اخذها، تا اینکه میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گرفت آن درخت را، فضمها الیه، به خودش میگه چسبانید، یعنی که در بغلش گرفت پیغمبر صلی الله علیه و سلم اون تنه درخت را، اون کنده را، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم در بغلش گرفت. فجعلت تئن انین الصبی الذي یسکت حتی استقرت، پس میگه شروع کرد، فجعل یعنی شروع کرد همون کنده درخت، تئن یعنی نالش میکرد، انین صبی به مثل نالش کردن کودکی که الذی یسکت، یعنی همون کودکی با آغوش گرفته می شود برای ساکت کردن و برای خوش کردن. وقتی کودک گریه میکند، مادرش کودک را در بغلش میگیرد و میخواهد اون را ساکت بکناند، اون را آرامش ببخشد. پس میگه وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم اون درخت را در بغلش که گرفت، با آغوشش که گرفت، میگه به مثل کودک برای میگه نالوش میکرد، حتی استقرت، تا اینکه میگه اون که بکت علی ما کانت تسمع من الذکر، یعنی گریه کرده است به خاطر آن ذکرهایی که میشنید، آن ذکرهایی را که میشنید به خاطر آن ذکرها میگه گریه کرده است، گریه کرده است این درخت. رواه البخاری، و این حدیث را امام بخاری رحمه الله روایت کرده است. این بود حدیث 1830 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1831 کتاب ریاض الصالحین را می آورد و میگوید: و عن ابی ثعلبة الخشنی جرثم ابن ناشر رضی الله عنه عن رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، یعنی از ابو ثعلبه خشنی جرثم ابن ناشر رضی الله عنه روایت است از پیغمبر صلی الله علیه و سلم که گفتند: ان الله تعالی فرض فرائض، میگه هر آینه الله تبارک و تعالی فرض گردانیده است فرضهای را، الله سبحانه و تعالی فرض گردانیده است فرضهای را یا کارهای را، فلا تضیعوها، پس شما ضایع نکنید آن فرض گردانده های الهی را، و حد حدودا فلا تعتدوها، و الله سبحانه و تعالی تعیین کردگی از حدود را، فلا تعتدوها، پس شما تجاوز نکنید آن حدود را که الله سبحانه و تعالی تعیینش کرده است، و حرم اشیاء فلا تنتهکوها، پس حرام گردانده است الله سبحانه و تعالی چیزهای را که پس شما مرتکب آن حرام کرده های الهی نشوید. و سکت عن اشیاء رحمتا لکم، و سکوت کرده است الله تبارک و تعالی از چیزهایی که رحمتا لکم، یعنی از روی رحمتی که به شما داشت، غیر نسیانین، الله فراموش نکرده است، یعنی الله بعض حکم ها دا سکوت کردگی که است، این سکوت کردن الهی رحمتا لکم است، یعنی به خاطر رحمت بالای شما، غیر نسیانین، یعنی الله فراموش نکرده بود. فلا تبحثوا عنها، پس شما کنجکاوی نکنید و جستجو نکنید از اون مسئله هایی که الله تبارک و تعالی سکوت کرده است. پس این در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود، زیرا اینکه اگر که بحث و جستجو و کنجکاوی که میکردن، پس حکمی شاید وزمینتر و سختتر نازل میشد. از این حساب
پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که فلا تبحثوا عنها، یعنی در اون مسئله ها دیگر شما بسیار کنجکاوی نکنید. اما امروز هر مسئله که باشد حل خودش را پیدا کردگی هست، شریعت کامل و پره هست و بیان شدگی هست. هر مسئله باشد شریعت حکمش را بیان کرده است. حدیث حسن، این حدیث حسن است. رواه دارقطنی و غیره، این حدیث را دارقطنی و غیر دارقطنی همچنین روایت کرده است. این بود حدیث 1831 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1832 کتاب ریاض الصالحین را می آورد و میگوید و عن عبدالله ابن ابی اوفا رضی الله عنهما قال، یعنی از عبدالله ابن ابی اوفا رضی الله عنهما روایت است که گفت غزونا مع رسول الله صلی الله علیه و سلم 7 غزوات، میگه اشتراک کردم همراه پیغمبر صلی الله علیه و سلم در 7 غزوه، در 7 غزوه ها، در 7 جهاد میگه با پیغمبر صلی الله علیه و سلم اشتراک کردم. ناکل الجراده، یعنی که ما میگه ملخ میخوردیم، یعنی در اونجا وقتی که کمبودی غذا که بود میگه در اونجا ما ملخ میخوردیم. و فی روایتین، در یک روایت دیگر آمده است که ناکل معه الجراده، یعنی میخوردیم همراه پیغمبر صلی الله علیه و سلم ملخ را، که این حدیث متفق علیه می باشد. پس ملخ حکمش در اسلام خوردنش حلال است و جایز است و درست است، زیرا اینکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حدیث میگوید که احلت لنا میتتان و دمان، یعنی حلال گردانده شده که است برای ما 2 مرده و 2 خون، 2 مرده و 2 خون برای ما میگه حلال گردانده شده که است. فاما المیتتان فالجراد والحیتان، اما اون 2 مرده یا 2 خود مرده، یکمش این ملخ است و دویمش ماهی است. یعنی ملخ و ماهی را چی زنده شه و چی مرده شه انسان پیدا کند میتواند بخورد، زیرا که حلال است. مرده شه اگر پیدا کردی خوردن برات حلال است. و اما الدمانی، اما میگه اون 2 خون را که الله تبارک و تعالی حلال گردانده است، فالطحال والکبد، یکمش طحال است، یعنی که اون بعضی در وطن خمون اون لو سرخ کنکش میگوین که در حیوانات میشود با اندازه کفی دست بر این چیز سیاهه، انا همون اون همچنین حلال است. و الکبد و همچنین جگر هم حلال می باشد. پس طحال و جگر هر دویشان حلال می باشند و درست می باشند خوردنش برای مسلمان، زیرا که پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه اینها حلال گردانده شدگی هست برای ما. پس حضرت عبدالله ابن ابی اوفا رضی الله عنهما میگوید ما همراه پیغمبر صلی الله علیه و سلم اون ملخ ها را یا یک جا ملخ میخوردیم. این حدیث متفق علیه می باشد. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1833 کتاب ریاض الصالحین را می آورد و میگوید و عن ابی هریره رضی الله عنه، یعنی از ابو هریره رضی الله عنه روایت است ان النبی صلی الله علیه و سلم قال، هر آینه میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفته است که لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، یعنی گزیده نمی شود مؤمن از یک سوراخ 2 بار، مؤمن از یک سوراخ 2 بار گزیده نمی شود، یعنی که مؤمن باید هوشیار باشد از جایی که یک بار از سوراخی که گزیده شدگی هست دفعه دوم گزیده نشود. نباید میگه مؤمن گزیده شود از یک سوراخ 2 بار، یعنی که مؤمن باید بسیار زیرک باشد، بسیار هوشیار باشد و بسیار متوجه باشد. این حدیث متفق علیه می باشد. این بود حدیث 1833 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1834 کتاب ریاض الصالحین شروع می شود. انشاءالله این حدیث را درس آینده خواهیم گرفت. پس این بود درس امروزمان. با همین درس امروزه را به پایان می رسانم تا درس آینده. الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم
و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.